مثنوی معنوی مولوی. برنامه ششم. طنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خویش. این عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. ناصحان گفتند از حد مگذران، مرکب استیزه را چندین مران. ناصحان را دست بست و بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پایدار ای سگ که قهر ما رسید. بعد از آن آتش 40 گز برفروخت، حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت. اصل ایشان بود آتش ز ابتدا، سوی اصل خویش رفتند انتها. هم ز آتش زاده بودند آن فریق، جزوها را سوی کل باشد طریق. آتشی بودند مؤمن سوز و بس، سوخت خود را آتش ایشان چو خس. آن که بودست امه الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. مادر فرزند جویان ویست، اصلها مر فرعها را در پی است. آبها در حوض اگر زندانی است، باد نشفش می کند کرکانی است. می رهاند می برد تا معدنش، اندک اندک تا نبینی بردنش. وین نفس جانهای ما را همچنان، اندک اندک دزدد از حبس جهان. تا الیه یصعد اطیاب الکلم، صاعدا منا الی حیث علم. ترتقی انفاسنا بالمنتقی، متحفا منا الی دار البقا. ثم تأتینا مکافات المقال، ضعف ذاک رحمة من ذی الجلال. ثم یلجینا الی امثالها، کی ینال العبد مما نالها. هکذا تعرج و تنزل دایما، ذا فلا زلت علیه قایما. پارسی گوییم یعنی این کشش، زان طرف آید کامد آن چشش. چشم هر قوم به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوق رانده است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزو از کل خود باشد ببین. یا مگر آن قابل جنسی بود، چون بدو پیوست جنس او شود. همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخر آن را جنس دان. ور ز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر مانند باشد جنس را. آن که مانند است باشد عاریت، عاریت باقی نماند عاقبت. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر. تشنه را
گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جوید آب. مفلسان هم خوش شوند از زر قلب، لیک آن رسوا شود در دار ضرب. تا زر اندودید از ره نفگند، تا خیال کژ تو را چه نفگند. از کلیله بازجو آن قصه را، واندر آن قصه طلب کن حصه را. بیان توکل و ترک جهد گفتن نخجیران به شیر. طایفه نخجیر در وادی خش، بودشان از شیر دایم کشمکش. بس که آن شیر از کمین می در رو بود، آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود. حیله کردند آمدند ایشان به شیر، که از وظیفه ما تو را داریم سیر. بعد از این اندر پی صید میا، تا نگردد تلخ بر ما این گیا. جواب گفتن شیر نخجیران را و فایده جهد گفتن. گفت آره گر وفا بینم نه مکر، مکرها بس دیدم از زید و بکر. من هلاک فعل و مکر مردمم، من گزیده زخم مار و گژدمم. مردم نفس از درونم در کمین، از همه مردم بتر در مکر و کین. گوش من لا یلدغ المؤمن شنید، قول پیغامبر به جان و دل گزید. ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر جهد. جمله گفتند ای حکیم با خبر، الحذر دع لیس یغنی عن قدر. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن توکل بهتر است. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. ترجیح نهادن شیر جهد و اکتساب را بر توکل و تسلیم. گفت آره گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغامبر است. گفت پیغامبر با آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو. ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر اجتهاد. قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق، لقمه تزویر دان بر قدر حلق. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوب در. پس گریزند از بلا سوی بلا، پس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنکه جان پنداشت خون آشام بود. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. 100,000 طفل کاشت آن کینکش، وانکه او می جست اندر خانه‌اش. دیده ما چون بس علت در اوست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. دید ما را دید او نعم العوض، یا بیان در دید او کل غرض. طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فضولی گشت و
دست و پا نمود، در عنا افتاد و در کور و کبود. جانهای خلق پیش از دست و پا، می پریدند از وفا اندر صفا. چون به امر اهبط و بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. ما ایال حضرتیم و شیرخواه، گفت الخلق و ایال للاله. آن که او از آسمان باران دهد، هم تواند کو ز رحمت نان دهد. ترجیح نهادن شیر جهت را بر توکل. گفت شیر آری، ولی رب العباد نردبان پیش پای ما نهاد. پایه پایه رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا طمع خام. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خواجه چون بیل به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخر اندیشی عبارتهای اوست. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی. پس اشارتهای اسرارت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. حاملی محمول گرداند تو را، قابلی مقبول گرداند تو را. قابل امر وی قایل شوی، وصل جویی بعد از آن واصل شوی. سعی شکر نعمتش قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود. شکر قدرت قدرتت افزون کند، جبر نعمت از کفت بیرون کند. جبر تو خفتن بود در ره مخسب، تا نبینی آن در و درگه مخسب. هان مخسب ای کاهل به اعتبار، جز بزیر آن درخت میوه‌دار. تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد، بر سر خفته بریزد نقل و زاد. جبر و خفتن در میان رهزنان، مرغ بی هنگام کی یابد امان. ور اشارتهاش را بینی زنی، مرد پنداری و چون بینی زنی. این قدر عقل که داری گم شود، سر که عقل از وی بپرد دم شود. زان که بی شکری بود شوم و شنار، می برد بی شکر را در قعر نار. گر توکل می کنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. باز ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر جهد. جمله با وی بانگ ها برداشتند، کان حریصان که سبب ها کاشتند. 100,000 اندر هزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندند از زمن. 100,000 قرن ز آغاز جهان، همچو اژدرها گشاده 100 دهان. مکرها کردند آن دانا گروه، که زبون برکنده شد زان مکر کوه. کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال، لتزول منه اقلال الجبال. جز که آن قسمت که رفتن در ازل، روی ننمود از شکار و از عمل. جمله افتادند از تدبیر و کار، ماند کار و حکمهای کردگار. کسب جز نام مدان ای نامدار، جهد جز وهم مپندار ای عیار.
نگریستن عزرائیل بر مرد و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده جهد. زاد مرد چاشتگاه در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. رویش از غم زرد و هر دو لب کبود، پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ گفت عزرائیل در من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. گفت هین اکنون چه میخواهی بخواه؟ گفت فرما باد را ای جان پناه، تا مرا اینجا به هندوستان برد، بو که بنده کان طرف شد جان برد. نک ز درویشی گریزانند خلق، لقمه حرص و عمل زانند خلق. ترس درویشی مثال آن هراس، حرص و کوشش را تو هندوستان شناس. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سوی قعر هندوستان براب. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت عزرائیل را، کان مسلمان را به خشم از چی چنان بنگریدی تا شد آواره ز خوان؟ گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. که مرا فرمود حق که امروز هان، جان او را تو به هندوستان ستان. از عجب گفتم گر او را 100 پر است، او به هندوستان شدن دور اندر است. تو همه کار جهان را همچنین، کن قیاس و چشم بگشا و ببین. از کی بگریزیم از خود ای محال، از کی برباییم از حق ای وبال. باز ترجیح نهادن شعر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن. شعر گفتاره ولیکن هم ببین جهدهای انبیا و مؤمنین. حق تعالی جهدشان را راست کرد، آنچه دیدند از جفا و گرم و سرد. حیله هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیء من ظریف هو ظریف. دامهاشان مرغ گردونی گرفت، نقصهاشان جمله افزونی گرفت. جهد میکن تا توانی ای کیا، در طریق انبیا و اولیا. با قضا پنجه زدن نبود جهاد، زان که این را هم قضا بر ما نهاد. کافرم من گر زیان کرده است کس، در ره ایمان و طاعت یک نفس. سر شکسته نیست این سر را مبند، یک دو روزک جهد کن باقی بخند. بد محالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست کو عقبا بجست. مکرها در کسب دنیا بارد است، مکرها در ترک دنیا وارد است. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکر است سرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. چیست دنیا از خدا غافل بودن، نی قماش و نقده و میزان و زن. مال را که از بهر حق باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. کوزه سربسته اندر آب زفت،
از دل پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. گرچه جمله این جهان ملک وی است، ملک در چشم دل او لاشه است. پس دهان دل ببند و مهر کن، پر کنش از باد کبر من لدن. جهد حق است و دوا حق است و درد، منکر اندر نفی جهدش جهد کرد. مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل. زین نمط بسیار برهان گفت شیر، کز جواب آن جبریان گشتند سیر. روبه و آهو و خرگوش و شغال، جبر را بگذاشتند و قیل و قال. عهدها کردند با شیر ژیان، کاندر این بیعت نیفتد در زیان. قسم هر روزش بیابد بی جگر، حاجتش نبود تقاضای دگر. قرعه بر هر که فتادی روز روز، سوی آن شیر او دویده همچو یوز. چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش کاخر چند جور. انکار کردن نخجیران بر خرگوش در تأخیر رفتن بر شیر. قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا. تو مجو بدنامی ما ای عنود، تا نرنجد شیر رو رو زود زود. جواب گفتن خرگوش ایشان را. گفت ای یاران مرا مهلت دهید، تا به مکرم از بلا بیرون جهید. تا امان یابد به مکرم جانتان، ماندین میراث فرزندانتان. هر پیامبر امتان را در جهان، همچنین تا مخلصی می خواندشان. کس فلک راه برون شو دیده بود، در نظر چون مردمک پیچیده بود. مردمش چون مردمک دیدند خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبرد. اعتراض نخجیران بر سخن خرگوش. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خیش را اندازه خرگوش دار. هین چه لاف است این که از تو بهتران، در نیاوردند اندر خاطران. موجبی یا خود قضا من در پی است، ورنه این دم لایق چون تو کی است. جواب خرگوش نخجیران را. گفت ای یاران حقم الهام داد، مر ضعیف را قوی رای فتاد. آنچه حق آموخت مر زنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق بر او آن علم را بگشاد در. آنچه حق آموخت کرم پیله را، هیچ پیله داند آنگون حیله را. آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شک است. زاهد 600,000 ساله را، پوزبند ساخت آن گوساله را. تا نتاند شیر علم دین کشید،
تا نگردد گرد آن قصر مشید. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر از آن علم بلند. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. چند صورت آخر ای صورت پرست، جان بی معنیت از صورت نرست. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز او کم است. جان کم است آن صورت باتاب را، رو بجو آن گوهر کمیاب را. شد سر شیران عالم جمله پست، چون سگ اصحاب را دادند دست. چه زیان استش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. وصف صورت نیست اندر خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. عالم و عادل همه معنیست و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. میزند بر تن ز سوی لامکان، می نگنجد در فلک خورشید جان. برنامه‌های مثنوی معنوی مولوی را مینه بکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.